گوش کنید دخترم، من 3 ساعت باز دارم اینجا انتظارم. او گفتم که زن شما رو تولد نکرده است. چه تولد نکرده است؟ چه فرات بفهمی یا نمیفهمی؟ ها انوای عینک دار، انوای مردک. آن از من دیر آمدگی بود. خوش کار بار این بچه برآورده در بغلش موندید و رفت. انوای دیگری چی من مردک من سبزی نه؟ و همین خیلی ریشش نرسیده لیکن فرزند برآورده در بغلش موندید رفت. اما چی؟ اکا جان متاسفانه این از ما وابستگی نداره. چرا شما وابستگی نداره؟ این برای شما وابستگی نداره در شما؟ فقط برای شما بهانه جوییه؟ یافتکوف کی یافتکوف؟ شما مبارک شود. شما صاحب دخترچه شده. چه دخترچه؟ دخترچه زیبوچه 3 کیلو 600 گرم تولد شد. مبارک شود. نه و من دختر در کار نیست. و من پسر در کار. دفعه آینده پسر هم می شود. زید نشد. دفعه آینده که مرده و کسی بوده با من دقلی نکنه. شما یا به من پسر میارد یا که دفتر عرض و شکایت رو میارد. السلام علیکم. اینجاست؟ رفیق دکتر این کس دختر شما گرفتن نمیخوام. برای چی؟ من پسر در کار. اکا زن شما دختر تولد کرد. دخترم نقص. یک یاردم چی میشود؟ بعد این از ما وابستگی ندارد. از شما وابسته نباشد، از این وابسته از کی وابستگی دارد؟ خیلی این کار طبیعت است. شما خودتون چند دختر دارید؟ من 3 پسر دارم لیکنی البته شما همه پسرها رو به خودتون گرفتید و بعد باقی موندهش رو به ما حواله میکنید. یک از دختر دار میشود، یک از پسر دار. از شما دختر چه شد؟ اما چیکار کنم؟ من بدانم با کی دعوا کنم. همین با کی دعوا کنم من نفت بدانم من. حالا شما میدانید که با کی سر و کار دارید. بعد که بودن یافتکفه میفهمید. برای خودتون بچه. برای خیشت برو پسر. بعد چیزی که ماند با که ماندهش بعد از آنی ما. یافتکوف کی است؟ یافتکوف نه یافتکوف. مبارک شود شما پسرچه دار شده. حاضر شما گفتید که دخترچه. من این دکتر گفت که دخترچه. سر دخترم گفتن که دخترچه. این که پس کجا پیدا شد؟ آخر زن شما دوگانه تولد کرد. یک تا دختر یک تا پسر. فهمیدن که یافتکوف کیست؟